برنامه خبری امروز 2 اکتبر این موضوع را داریم. در نوآمدی کار اتولا دندون شکند و یا چگونه پخش مستقیم ابلوا جانی خبرنگار را خرید. احتمال کسی به آنها زنگ زد و گفت که از داخل ماشینی که شما برده ایستاده‌اید یک نفر پخش مستقیم دارد در فیسبوک. کونی نقره مرغوب توجیکستان رو برای چند سال آینده در اختیار چین گذاشتند. ذخیره این کون 113 تن نقره گفته می شود. پرداخت امروز از کویده ماموریت 7 سال پیشبینی کرده شده. موضوعی برای تطبیق لایحه جمهوری توجیکستان ورود شونده از پرداخت امروز از ارزش مبارک شده و بچه‌های حقوقی آزاد کرده می شود. و آیا 100 گرامی بس شد؟ سازمان جهانی بهداشت میگوید علاقه شهروندان روسیه به شرابخوری کاهش یافته است. در روز نخستین دعوت تیر ماهی برای خدمت در ارتش که 1 اکتبر رسما شروع شد، علاقه حالت ابلوا رسانه‌ای گشت. دیروز شبانگاه چند جوانی را از راه بازداشت کرده بر ریاست کارهای داخلی پایتخت بردند. اتفاقاً با چنگ ابلوچیان در نیمه شب خبرنگاری خبرگزاری آزیا پلوس هم میافتد. در رابطه ریاست کارهای داخلی این روزنامه‌نگار در صفحه اجتماعیش گزارش از داخل ماشین ابلوا را نشر کرد. قضیه چگونه اتفاق افتاد و بعداً چگونه رنگ گرفت، سرانگیز نوروشا و شادمانی یتیم برای ما و شما قصه میکنند. این نوار از داخل ماشین ابلوا با طریق پخش مستقیم در فیسبوک نشر شده از اجباراً به خدمت رفتن یک جوان جلوگیری کرد. عبدالله غربتی دانشجو و خبرنگاری آزیا پلوس شب 1 اکتبر در نخستین روز دعوت به ارتش در محله سیرک دوشنبه موردی ابلوا قرار گرفت. برابر وارد شدن به مارشروت رقم 33 او درک کرد که مسافربر او را نه به خانه بلکه اجباراً به خدمت میبرد. در اونجا مکتب جوانان بودن که حالا مکتب میخواندن، جوانان بودن که میگفتن ما علاقه خدمت کردگی هستیم، نام همون چیزی که خدمت کردگی هستن همون را میگفتن. اما نفرانی که این کار پیش میبردن، ابلوا عموما همین ابلوا را میبردن، اونا میگفتن که بدون نشان دادن همون حجت یگان نفر سر دادن نمیشود و همگی ما گرفته برده چی کردن؟ همگی ما گرفته بردن به شعبه وزارت کارهای داخلی ناحیه شاه منصور. نخستین کاری که عبدالله از داخل مسافربر کرد پخش مستقیم از جریان ابلوا یا اجباراً به خدمت بردن جوانان از طریق فیسبوک بود. دقیقه 5 یا 6 پخش مستقیم میرفت و صحبت هم بسیار آهسته گرم میشد و یک نفر به همون کارمندی شعبه وزارت کارهای داخلی که در همون ما را همراهی میکرد زنگ زد و چیزی گفت در گوشی او و بعد همین صحبت تلفنی او خست و گفت عبدالله کی است. من گفتم اگر روزی خب کنم میفهمن که من هستم. گفتم منم عبدالله و همینم باعث شد که فهمیدن که همین پخش مستقیم از همین داخل من کرده هستم. احتمال کسی به اونا زنگ زد و گفت که از داخل ماشینی که شما برده ایستاده‌اید یک نفر پخش مستقیم دارد در فیسبوک. در شعبه کارهای داخلی ناحیه شاه منصور عبدالله را از جوانان دیگری ابلوا شده جدا کردند و به شرطی که نوار را در حضور آنها از فیسبوک تازه میکند او را آزاد نمودند. حالا فکر دارم که این موضوع باید به حاشیه نرود. عبدالله چند پیش با پخش یک نوار دیگر هم از جلب غیر قانونی جوانان به ارتش در کولاب خبر داده بود. نوار نوبتی او و این بار مستقیم از داخل ماشین ابلوا هم در روز نخستین دعوت تیرماهی به خدمت عسکری نشر شد. مقامات حالا این وضعیت را پررا شرح ندادند، ولی در گذشته آنها وجود همه گونه ابلوا یا جلب اجباری جوانان به خدمت را رد کرده بودند. مسئولین ریاست کارهای داخلی در شهر دوشنبه میگویند از این حادثه خبر ندارند و بررسی خواهند کرد. در ضمن در روز نخستین دعوت تیرماهی مسئولین شهر اسفره اعلان داشتند که نقشه دعوت را در همگی یک روز پررا اجرا کردند. این هم در حالی که روز قبل از دعوت چند ساکن این شهر از بازداشت والدان جوانان سین دعوت حربی شکایت کردند. مقامات والدان را برای به خدمت آوردن فرزندان مهاجرشان چند روز بازداشت و بازپرسی کردند. خدمت در ارتش یکی از مسئله های داغ جامعه تاجیکستان است. فعالان حقوق میگویند مشکلات به مثل زورگویی و کمبود غذا بسیاری از جوانان را از خدمت دلسرد و گریزان میکند.
رو می‌آوریم به موضوع دیگر. روز گذشته وکیلان توجیک رضایت دادند که کانی نقره‌ای یک جلوه برای چند سال به چین داده شود. طبق سازشنامه شرکت چینی برای استخراج معدن از این کان 10 میلیون دلار جدا نموده تاجیکستان در عوض به این شرکت سبوکی‌ها می‌دهد. حالا شرکت‌های چینی استخراج اکثر کان‌های طلای تاجیکستان را نیز در دست دارند. در اختیار این کشور گذاشتن باز یک کان سر و صدایی را در جامعه به بار آورد. از سوی دیگر به گفته شادمانی یتیم با وجود تصویب سازشنامه در پارلمان نقطه‌های ناروشنی در این سند باقی مانده است. پارلمان تاجیکستان اجازه داد که کانی نقره‌ای یک جلوه در ناحیه مرغاب بدخشان در اختیار یک شرکت چینی قرار بگیرد. شرکت چینی برای کارهای استخراجی در این کان نزدیک 40 میلیون دلار سرمایه اختصاص داده است. در جلسه روز سه‌شنبه پارلمان ضمن معرفی طرح سازشنامه گفته شد که ذخیره این کان 113 تن نقره حساب شده است. مطابق سازشنامه مذکور سرمایه‌گذار داده می‌شود که دوره به دوره برای تطبیق پروژه لایحه با مبلغ 385 میلیون سومانی گفته شد حالا 60% کارگران این کان را مردم محلی و باقی مانده را متخصصان چینی تشکیل می‌دهند. این کان برای 7 سال آینده در اختیار این شرکت چینی گذاشته می شود. در حال انداز را یگانه فایده دولت عنوان کردند که طبق این سازشنامه شرکت چینی دوام 7 سال آینده از پرداخت اندازهای بزرگ آزاد خواهد بود. مطابق سازشنامه مذکور با سرمایه‌گذار طبق ترتیب مقرر گردیده آزادکنی از پرداخت انداز از فایده و مهلت 7 سال پیش بینی کرده شده. مبلغی برای تطبیق لایحه و جمهوری تاجیکستان وارد شونده از پرداخت انداز از ارزش مبارک شده و بچه‌های گمرکی آزاد کرده می‌شود. به این ترتیب روشن نیست تاجیکستان از این معامله دقیقاً چی و چقدر منفعت خواهد گرفت. همچنین شرایطی به دست شرکت چینی سپرده شدن کان نقره تاریک و مرموز باقی میماند. از سوی دیگر ذخیره نقره در این کان به طور گوناگون ارزیابی می شود. در حالی که در جلسه پارلمان از 113 تن نقره صحبت شد، خبرگزاری آزیا پلوس به نقل از سرریاست گئولوژیایی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان این ذخیره ها را نزدیک به 205 تن دانسته است. پژوهش گئولوژی این ذخیره نیز از طرف شرکت جریان یافته است که رهبر آن چینی تبار است. رئیس کمیته سرمایه گذاری گفت که شرکت چینی نقره را در داخل کشور کارکرد نکرده خاکه معدن را بیرون میبرد و در خود چین نقره را غنی میسازد. به گفته مسئولان شرکت هم مسئول 40 تن نقره استخراج می شود. برخی از اقتصادشناس‌ها در شکل خاکه بیرون بردن معدن را کار نادرست می شمارند چون شفافیت آن زیر سوال می رود. حاجی محمد عمرو مخالف آن است که ثروت‌های زیرزمینی تاجیکستان در اختیار شرکت‌های خارجی گذاشته شود. تمام نقره و طلایی که در تاجیکستان تولید می شود با فوندهای مخصوصی جمهوری، خصوصا فوندهای ذخیروی اسعاری جدا کرده شد، زیرا این چیز برای گرفتن گارانتی ها و گرفتن قرض ها از دولت های گوناگون از تشکیلات های بین‌المللی خیلی در کار میشه. وقتی اونا میدونن که ما چنین ذخیره داریم، اونا به ما قرض ها رو به ممانعت میدهند. حالا شرکت های چینی استخراج اکثریت کان های طلای تاجیکستان را نیز در دست دارند. به حساب رسمی چینی ها بیش از 300 شرکت این کشور بعد اقتصاد تاجیکستان سرمایه گذاری میکنند. منتقدان از آن نگرانی میکنند که قرض و سرمایه گذاری های به برکش چین در آینده میتواند برای تاجیکستان درد سر ایجاد کند. شادمان یتیم، اسکندر فیروز، آزادی، دوشنبه.
و بینندگان عزیز، بار دیگر یادآور می‌شویم که اگر شما شاهد حادثه شدید و می‌خواهید دیگران نیز در این باره بدانند، پس لطفاً با ما تماس بگیرید. رقم ما در شبکه‌های اجتماعی واتساپ و وایبر همون به تغییر است: 420 724 05 66 81. طریق رقم مذکور ما از شما تنها نوار و عکس قبول می‌کنیم و البته به همکاریتان امید می‌بندیم. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. با تلاش حکومت روسیه و سازمان‌های غیر دولتی در این کشور استعمال الکل به طور نظر کاهش یافته است. اما هنوز هم این کشور در میان دولت‌های استعمال کننده مشروبات در جای اول است. با معلومات آماری قابل ملاحظه مرگ‌ها در روسیه به گونه مربوط به شراب میباشد. کیومرسیاتا موضوع را ادامه می‌دهد. راهبان کلیسای ارتدوکس روسیه 13 سال این جانب هر تیرماه سوار هواپیما در روی شهر تور آب مقدس می پاشند تا مردم این گوشه روسیه از معتادی به مینوشی امین باشند. این دفعه راهبان در بالای شهری دارای 400,000 اهالی 70 لیتر آب مقدس پاشیدند. شهر تور در بین مسکو و سنت پتربورگ قرار داشته از روی استعمال مشروبات الکلی در بین 85 شهر و منطقه جای 40 را اشغال می کند. معلوم نیست که آیا دعا و عبادت روحانیان روس تأثیر دارد یا نه. ولی در یک پژوهشی که روز 1 اکتبر نشر شد، سازمان جهانی بهداشت نوشته است در روسیه در بین سالهای 2013 و 2016 استعمال نوشاکی‌های الکلی 43% کاهش یافته، باعث به طولانی‌تر شدن حیات ساکنان این کشور گشته است. در نتیجه تلاش‌های حکومت روسیه سال 2018 طول میانه حیات مردان روس به 68 سال و زنان به 78 سال برابر شد. سازمان جهانی بهداشت میگوید هنوز هم استعمال مشروبات الکلی در روسیه خیلی بزرگ است، ولی اقدام حکومت این کشور میتواند برای ممالک دیگر همچون نمونه خدمت کند. مینوشی یکی از عامل‌های اساسی بالا بودن میزان مرگ و میر در روسیه باقی میماند. برمیگردیم به تاجیکستان. یک ساکن نویه فرخور که اخیراً بنابر زهرآلودشوی 2 کودکش را از دست داد، در مرگ فرزندانش از جمله پزشکان را گناهکار می‌داند. او می‌خواهد بحث را تا به دادگاه بکشاند. فرزندان خانواده سفرف آخر هفته گذشته زهرآلود شدند. 4 نفر آنها حالا در بیمارستانند. جزئیات در گزارش رستمی جانی. همین رستنی که مردم آن را چون درخت هندی میشناسند در فرخار باعث مرگ 2 کودک گفته می شود. 28 سپتامبر 6 کودک را از دهه گلشن با نشان زهرآلودشوی به بیمارخانه مرکزی ناحیه آوردند. از سببی که خوردگی 2 روز دیر بود، یک کودک ما یاری اول رسوندیم، نکی به نتیجه طبیبان عزیزالله 6 ساله و سمیه 8 ساله را نتوانستند نجات دهند و 4 بیمار دیگر به شهر دوشنبه انتقال یافتند. طبیبان میگویند کودک ها دانه کندو خوردند و از آن زهرآلود شدند. والدین فقط بعد 2 روز فهمیدند. اینکه برای دویمش از دوشنبه آدم خبر کردیم، دیدن توصیه رو دادن. خیلی حالت بیمار در سبب که با خون زهر رفتگی بود، این حالت بیمار نیاید وزنی نه، بعد خیلی تابعات را گرفتن، لیکن به نتیجه. رستنی کندوک در دهه گلشن زیاد می روید و طبیبان دانه آن را زهر می دانند. 4 کودک دیگر که زهرآلود شدند در بیمارخانه قریه بالای دوشنبه بستری اند و وضعشان معتدل است. و در تاجیکستان بانک نوی با نام اروند به کار آغاز کرد. مسئولان دفتر مطبوعات بانک ملی میگویند آن در زمینه تشکیلات قرضی اروند و اکسیس بانک تاجیکستان تأسیس یافته است. جمشید نور محمدزاده رئیس بانک ملی با سپردن اجازتنامه به بانک نو تأسیس به دسترسی اهالی به خدمات ارزان و باصفت دستور داده است. سهامان اکسیس بانک تاجیکستان و تشکیلات قرضی اروند اساساً سازمان‌های مالی خارجی میباشند. با این مطلب برنامه را به پایان میرسانیم. تا صحبت بعدی از وبسایت رادیو آزادی بینندگان عزیز استفاده کنید. گزارش‌ها و نوارهای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب دسترس خواهد بود و صفحه‌های ما در شبکه‌های اجتماعی فعال هستند. تماشای نوید بامدادی را صبح فردا از یادتان نبرارید. صبح بر وقت ساعت 7 تا فردا. خدا نگهدار حیاتش.